خانه شوهرش رفته باشد. نشنیدیم، ندیدیم. در یگان قلین تا حال یگان عروس فرمایش یک قرآن نداده است. یک برادر گفت از پشت یک کسیت یک ارتیست نامش گرفت، از پشت یک کسیت گفت زن مانا طلاق دادیم. میگوید فلان کسیت را در خانه بیار، بعد تمام آواز میماند، بعد جارو با میگیرد خانه میروید. وقتی من قرآن میگذارم قرآن هم میکشد. اینا تعلیمی مثال دخترهای ما و شما، اینا تعلیمی بچه های ما و شما. پس از کجا و کی بانوگی را یاد میگیرد؟ نمیشود که هم پدر مادر یک ماهی که بازار به بازار میگردد همان دستی دخترش گیرد نزد دیگ نزد تنور برد نشان دهد. امروز جمعیت پیش رفته است، باز پخت و پز شیرینی ها برآمده است، دخترها باید اینا یاد گیرند. البته سبب ویرانی زندگی می شود. حضرت فاطمه دختر پیغمبر خدا بودند، دوست داشته ترین دخترشان بودند. وقتی که با حضرت علی پیغمبر خدا وارد تزویج کردند، حضرت علی را تسلیمش کردند، فریاد زدند که ابوبکر نزد من فریاد کنید، عمر، عثمان، حضرت اسامه را گوید پیش من بیاید. وقتی آمدند حضرت گفتند که همین جا یک مقدار مال هست، جهاز حضرت فاطمه است، همین به خانه علی میبریم. گفتند میلش. چی بود؟ طاحونتون، یک آسیابی دستی داشت، جو میده میکرد با دستش. دختر پیغمبر خدا فاطمه زهرا، شفاعت کننده کل زنهای امت، یک آسیابی دستی، جلدن مطبوغن، یک جای نماز، وسادتون حشوها لیف، خدا رحمت چون، یک تکسری پختش از لیف بود، یک دانه تکسری، 40 کرته نه، 40 رویمال نه، 10 تن کرپه و کرپچه نه، بلکه یک تکسری لیفش از خرما بود. قرآن، یک قسم قرآن در زیر کشش، کوزن و قسعتن، یک کوزه طهارت داشتن، یک کاسه خراخری. وقتی میگه حضرت فاطمه را برآوردن که چهرهش تشبهش میگه مثل پیغمبر بود. وقتی از خانه برآوردن عروسه، یک رویمال پشمی میگه در بالای سر حضرت پرتافته بودند. صاحب درة الناصحین میگوید به خدا قسم میگوید در تاریخ خواندم که 12 پارگی داشتند. یک رویمالی که بالای فاطمه زهرا پرتافته شد. وای یک کم از بار نبردند، بلکه یک کم از عقل بردند، یک کم از فراست بردند. وای خدا ترسی داشتند. صاحب درة الناصحین میگوید که فاطمه با دستش آسیاب میگردانید، با زبانش قرآن میخواند، با دلش تفسیر میکرد، با پاهاش گاوره میجنبانید. امروز زنهای امت ببینید، زنهای ما و شما را تماشا کنید، کدام این به زبانش قرآن میخواند، کدام این خدمت شوهر کرده میتواند؟ هیچ کدامش. البته سبب ویرانی زندگی تمام فرزندای ما و شما می شود. بخواهیم که فرزندای ما و شما آرام زندگی کنند، دعای خوشتامن و خسر گیرند، دعای شوهر گیرند، باید تعلیم دهید در خانه، باید فراست نشان دهید، باید احترام نشان دهید، تا که شما در نزد همسایه شرمنده نشوید. درود و رحمت بر تو داملای شیرین سخن. اولا از شما بخشش و به این سوال جواب دهید. در ما مسلمانان یک خصلت است که اگر کمی بیماری سخت شود، در دروازه های خود لطه سرخ میبندند که گویا پی میبندند. و میخواهم داملای عزیز به این سوال من جواب پررد دهید. این چه خصلت دارد؟ ما و شما هر روز سوره فاتحه میخوانیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین. آیت گوش کنین: ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد. مادام این آیت میخوانید تو در نزد خدای خودت چی وعده داده ایستاده ای؟ ایاک نعبد، خدایا فقط تو را بندگی میکنم. و ایاک نستعین، خدایا در همه حالت فقط از تو یاردم طلب میکنم. از لطه طلب نمیکنم، از مزار طلب نمیکنم، از موره چشمی طلب نمیکنم، از خار و از نل طلب نمیکنم. ایاک نستعین، فقط از تو مدد طلب میکنم. تو سوره فاتحه میخوانی، پس تو دروغ میگویی. اینا از اسلام ما نیستند. اینا از اسلام ما و شما نیستند. چی لطب بستند، چی موره چشمی برای خود مرد یا که کودکش میگیرد، چی در مزارها لطب بستند، چی خارها را در نزد دروازه و دکاناتان کشال کردن شرمندگی است. در دکانهای بازار کلان دور میگردی، در بسیاری دکانها نل زدگی و خار زدگی. وای برکت ندارد، وای خار میشد او دکان. خارش که ماندی خار میشه. نل خودش چی قدر داره که بالای دروازش که او قدر میداشت درونی لایه ها استفادهش میکردن. بس است. اینا یک سفسطه هستند. اینا را شما گناهگار میشین. کدامت اگر استفاده کنید، هر مشکلاتی که به شما میاد، چی بیماری است، چی مصیبت است، فقط از خدا طلب کنید. خدایا خودت حل کننده هستی، خودت به داد من میرسی، خودت فریاد رس هستی. بجز تو من از هیچ کس طلب ندارم. چرا حضرت ابراهیم در حالت مشکل ترین از جبرائیل ملائک مقرب حتی مدد طلب نکردند؟ گفتن آن ذاتی که تو را روان کرد وای مرا دیده ایستاده است، وای میبیند ابراهیم در کدام احوال است. من به تو هیچ احتیاجم ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اول سلام رحمت به تو ای مرد خدا و عالم بزرگ. و این سوال من جواب دهید. اگر نماز بریده شود، نماز را از سر میخوانی و اصلاحش را به ما گویید. یعنی هر یک نمازی که اگر در بین شما یک سهو میکنین، غلط میکنین، در دل خودتان ناخوب میآید، گفتی همون عباره مختصر الاستناف افضل، و از سر بخوانید. هر نمازی که در داخل شما مثال سهو میکنین، غلط میکنین، مثال همین گاه گاه در شما رخ بیاد، بهتر و خوبترش همین است که نماز از سر خوانید. اینش بهتر است که همه شک و شبهه از دل شما دور می شود. و در کدام وقت قضایی خوانده می شود؟ میگویند که در مابین عصر و شام خواندن درست نیست. و نمازی که شب نیمی شب میخوانی چی نیت میکنی و این نماز کدام نماز است؟ به ما فهمونید با احترام مخلص شما. نماز قضایی را شما میتونید بین عصر و شام خوانید. بین عصر و شام فقط خواندن تحیه مسجد، خواندن نمازهای نافله مثل شکر وضو و مثل در حق پدر و مادر و دیگر نمازهایی که هستند، اینها را شما خواندن نمیتونید. نماز قضایی را حکمش واجب است. از این خاطر شما میتونید که بین عصر و شام نماز قضاییتون ادا کنید. درباره نماز شب برادر من سوال کردند. این نماز نماز تهجد است. خوش به حال همون جوان مرد، خوش به حال همون پیرانسالی که ساعتهای 4 شب میخیزد، طهارت میکند، میآید بالای جای نماز می نشیند، از 2 رکعت تا 12 رکعت نماز تهجد است ادا میکند. و بعد او حدیث های قدسی است که خداوند فریاد میزد از کجاست همین بنده ای که از من حاجت طلب کند تا حاجتی او را برارم. کنی همون خیل بنده. صاحب کتاب میگوید که اگر بنده ها محبتی بر خدا داشته باشند، تمثیل یک مثال میزند که
بین همین عاشق و معشوق دایم جای خلوت میکوند. اگر شما مثال با خدای خود عاشق باشین، هر آینه خلوتی شب برای خودتان اختیار کنین. با عاشق خودتان، با خدای خودتان راز بگین، صحبت کنین، پیشنهاد کنین. آن پرابلم و آن مشکلاتی که دارین پیش خدا را پیشنهادش که خدای همین را برآورده کن. تنی بین خدای تو به داد تو نمیرسه. هر چیز، هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، حضرت حافظ میگوید هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و وردی سحری بود. این حضرت حافظه که امروز نامش در دنیا مشهور است، میگد این از نماز شب و از دعای سحری به این مقصد رسید. یا بنی ایاک و کثرة النوم باللیل فإن کثرة النوم باللیل تدعو الرجل فقیرا یوم القیامة. مادر حضرت سلیمان به سلیمان نصیحت کرده بود است که فرزند من از قسم شب بسیار خواب نکن، زیرا بسیار خواب کردن تو در روز قیامت تو را یکی از کم بغل های مردم در روز قیامت میگرداند. وقتی اگر تو شبها به خواب بگذرانی، خوب است، بسیار بهترین است که کدام جوانی نباشد، کدام موی سفید نباشد، از قسم شب از ساعت 3 میخوانی، از 4 میخوانی، خیستن نماز خوان، نماز تهجد بخوان، انشاءالله در نزد خدا اجر خیلی زیادی میگیری. اینجا آیات ها و حدیث هاش هم زیاد است که فکر میکنم کفایت میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یکی از مخلصان شما هستم و میخواهم با این سوال من جواب دهید. ما دو جوره بودیم، روز بین ما جنجال شد، خیلی وقت گذشت. بعد از جنجال من باز پیش او رفتم و او بر من گفت رو دیگر همراه من گپ نزن، میترسم که من یکی از این دنیا قهری روم، این نمازهای خوانده من چی میشود؟ التماس بابای حاجی و این سوال من جواب دید که عیب از طرف او شده است. من نمازهای 5 وقته را با جماعت میخوانم و در پیش شما آمده امر معروف گوش میکنم. مبادا با این قهری بودنم نمازهای خوانده ام همه باطل شود. یکی از مخلصان دائمی شما هستم. انشاءالله نمازهای شما باطل نمی شود. وقتی شما از قهری بودن خود اینقدر غمگین باشید، از قهری بودن خودت اینقدر بیقرار باشی، انشاءالله در نزد خدا تا اجر میگیری. لیکن هر وقت همون جورایی که میبینی خواه با واسطه یک رفیقت است، خواه با واسطه خودت هست، سلام از وی کنده نکن. السلام علیکم گفته دستش بگیر، با او سلام کن. اگر صحبت کرد میلش، صحبت نکرد، آن چیزی که در دل توست در نزد خداوند خودش معلوم است. پیغمبر گفتن الصلح خیرم، همه وقت صلح بهتر است، آشتی بهتر است. کاری کنین راهاش بیابین که با یکدیگر قهری نباشین، با یکدیگر ملال نباشین. اگر کدامت که اگر تکبری میکنین، سرخم نمیکنین، من پیش وی نمیرم که وی گناهگار است، این صورت شما از ثواب آن عبادت هاتون محروم میشین. برای خاطر خدا و پیغمبر خدا بار از پیش وی گذر کن، با او یک سلام کن و با او خبر ده که میلش انسان بی غضب نمی شود، انسان بی جنجال نمی شود. کردیم با گذشته صلوات گفتگی، با یک دیگر باز همون سلام تانک بر دوام نگه بداریم، انشاءالله ثواب میگیریم. لیکن وی اگر نخواست، وی گناهگار است، تو گناهگار نیستی. السلام علیکم داملای شیرین سخن، با سوال من جواب گردانید. طبق را لیسیدن آیا ثواب دارد؟ اگر حدیث پیغمبر باشد باز خود می شود. امروز برادرای ما همه حدیث طلب میکنند، همه آیت طلب میکنند. شکر که امروز دلیل میکوبند. دلیل کافتن این نشانه با عقلی و با شعوری شماست که آیا در همین یک کدام مسئله نباشد کنی دلیلش. باور کن شما الحمدلله خیلی پیش رفتین. دیروز من در معرکه این بچه ها نشستیم، یک سخن گفتیم. وقتی
من ریشتراشی رفتم دیروز، یک گروه بچه‌هایی که بگیم سن سالشون به یک سن سال کلان رسیدن، چنان عقیده ندارن، چنان بیسواد هستن که میگویند که اگر نمی زیر کوی نمکی هست، همین اگر بیره کنی آینه جهانما در زیر نمی است. باور کن آینه جهانماش چی است؟ من گوش دارم، با او توجه هم نکردم چی میگن آینه جهانماش در کجا باشه. اینو عیب هستند، اینو باید دیگر در معنی ما و شما باید یک چگونه که خندیدین این باید خنده‌آور باشه. یا گفتند باز اونا گفتند که همین سنگ حضرت امیر جان شرشر بردن، از همو بالای شرشر پرواز کرد اومد با در همین جاش نشست. باور کنین حیرت دم میمانی که نخو آدم اینقدر بی سواد باشه، اینقدر نافهم باشه. اینا را باور نکنین. هر روز دوشنبه با یکی میگد، هر روز دوشنبه میگد، شب دوشنبه همین حضرت امیر جان میگد همین خوابگاهش میآید. وقتی میآید میگد همین تریزای ما درست میلرزد. با خدا قسم همین را دیروز ما شنیدیم از زبان بچهای با عقل که تریزای ما میجنبه. وقتی حضرت امیر جان میآید مثال خوابگاهش تا میدراید. بسیار یک بیسوادی است. انا برای اینا دلیل گفتن در کار کنی دلیلت. اینا دروغ هستند، اینا را باور نکنید. اینا یک مسخره کردن نمی اسلام ما و شماست، باور کنید. اینا اینا یهودی‌ها در دین ما و شما می‌درارند، نمی حکایای بی معنی را تا که ما و شما مثال گوش اندازیم. بعضی آدم با شعور و علم دنیایی داشته باشند میگه که همین اسلام همش نمتری دروغ است، اسلام همش حکایه است. اینا را دشمن‌های دین میکنند. طبق را لیسیدن پیغمبر خدا گفتند که حضرت جابر روایت میکند امر باللعق الاصابع والصفحه وقال انکم لا تدرون فی ایها برکه. پیغمبر خدا گفتند شما را امر میکنیم اینکه انگشت هاتون بلیسین و طبق را هم، صفحه گفته طبق هم میگن، طبق را هم لیسین، زیرا اینکه شما نمیدانید در کدام مکان طبق برکات هست، شما نمیدانید. در دوام حدیث پیغمبر گفته است که ولا یمسح یده بالمندیل حتی یلعق اصابعه فانه لا یدری فی ای طعامه برکه. پیغمبر دستش در همون دستمال نمیشکیده است تا وقتی که اگر دستهاش نمیلیسیده است. از این خاطر لیسیدن طبق، لیسیدن دست شما بسیار برکات دارد، زیرا شما نمیدانید همون برکات طعام در کجای طبق است، در بینش است، در پهلوش است. از این خاطر طعام طبق تازه کنین، انگشت هاتون لیسین، انشاءالله شاید در کدام جایی که وای باشه شما دیراب که کرد. در همین موضوع یک جواب دیگه بر شما میگویم. همه شما آدمای خدا را شکر با عقل هستین، با تمیز هستین، با فراست هستین، لیکن وقتی که در نزد طبق می نشینین هر کدامت پیش از طعام دست هاتون شویید. دست هاتون اگر در همین شرایط ما و شما اگر با صابون شوید با بهترین می شود. شما تصور میکنید همین دستای ما و شما تازه است، وقتی با صابون شوید بعد تماشا کنید که آبی همو چخیل است. در چشم این چرک دست نمیتابد. وقتی با صابون میشوین باور که چقدر چرک از دست شما میریزد، که شما همون طعام گرم وقتی که همون دست هاتون با آب خنک میشوین با صابون نمیشوین، در همون داخل طعام همون چرک شما میرود، بعد شما مریض میشین، شما بیمار میشین. در طبق ها نظر کنید طبق چگونه است، در دسترخوان نظر کنید در دسترخوان چگونه است. امروز ما و شما معرکه داریم که $300 در یک ارتیس میاریم، لیکن در یک دسترخوان کلان یک دستمال میپرتویم. یک دستمال برای 100 نفر دستش میشکد. نمیشود که هم 20 سامانی در هفته هم یک لطه دراز بخیر برای هر نفر، نه برای 2 نفر اقلا یک لطه جدا کن.
او چگونه دست دارد، در دست او چی است، دیگر نوابسته ما و شما در همون یک لحظه هممون دستمون میشکیم. این از روی آداب هم نیست، از روی طب هم نیست، از روی اسلام هم نیست. در یک خانه دیگر نشستیم، طبق آوردن، طبقای همین شیرازدار، کدام زمانی وای شکستگی به دست که وای شیراز گرفته است، در اطراف همون شیراز باور کنید اگر کمتر یک آدمی با تمیزتر باشد، با همین نوک یک چوب اگر تازه کنی، خیلی چرک در اطراف همون جمع شده است. برای با یک زن حلال پاکیزه تازه کار در کار که باید تازه کنه، خود هم آهنی که در داخل همون طبق از وای خودش زلال آور است. کجا با مثال در اطراف او اینقدر چرکی که جمع شده است. سوال ها هم زیاد است. سلام داملای شیرین سخن، ما یکی از مخلصان شما هستیم. سوال: ترجمه حضرت یاسین و تبارک را با ما فهمونید. این برادر کسی است که یاسین و تبارک شاید نداند. این از چند آیت عبارت است. برای را ترجمه کردن خیلی ممکن که تا آخر عمر فقط ترجمه کنی. اینقدر دراز آیت است. ترجمه آیت تبارک یاسین این خیلی وقت زیاده میگیرد. اگر برای کسی باشد لازم باشد دعوت کند خانهش، انشاءالله میریم اونجا با فرجتر بعد تحلیلش میکنیم. برای اینجا در وقت کمه. نیت غسل را پیش از آبازی میگویی یا بعد از آبازی؟ نیت غسل اگر چند مجتهدای ما و شما، فقهای ما و شما پیش از غسل گفتند، در حالت همون لباس بدر کردن همون نیت غسل میخوانید. لیکن این شرط نیست. دانستن و ندانستن نیت غسل این شرط نیست. اگر ندانی هم در غسل 3 فرض است: دهان شستن، بینی آب گرفتن، تمام بدن ترک کردن. همین 3 فرض به جا بیارین، نیت چه ندانینم باکی ندارد. شما تازه هستین، شما از جنابت خالی میشین. در وقت نیت کردن سنت اقتدا کردن به قرآن حمید و مجید میگویی یا که قبله از جهت کعبه، کدامش بهتر است؟ نیت کردن میگذارم نماز سنت، الله اکبر، بس از کفایت میکنه. برای نماز سنت شرط نیست که شما چی عدد چه برین چی حتی سنت ذکر کنید. نیت کردم نماز میخوانم، الله اکبر جایز میشه، حتی عباره مختصرم هست. لیکن اگر دلتون قرار نگرفت، قرآن حمید و مجید شرط نیست. همون نیت کردم میگذارم 2 رکعت سنت نماز بامداد، روی آوردم به قبله، قبله به جهت کعبه، اقتدا کردم به امام حاضر صادق خالصا لله تعالی، الله اکبر. اگر همین نارم نگوی الله اکبرم بگوی، نماز تو درست میشه. ما سوداگران نماز پیشین عصر و شام را در بازار میخوانیم. هستن آدمانی که ما رو میگویند که بازار خانه شیطان است، در آنجا نماز خواندن درست نیست. و در آخر از خدای خود خواهانم که علمی شما را زیاد گرداند و دولت زیاده گرداند که ما به نزد شما آمده از خدای خود و رسول خود با خبر میشویم. خدا شما را نگه بدارد. در بازار هستین، در کجای نباشه نماز خوانید. اگر نماز خانه شیطان است، در اصل شیطان های زیاد در بازار هستند و اون شیطان ها هم شیطان ها را با وسواس میکنن، شما را نه. همون شیطان هایی که در درون بازار هستند حق مردم میخرند، بی انصاف هستند، دروغ میگویند، انا اونا شیطان هستند. شیطان با اونا کار دارد، با شما کاری ندارد. زیرا همون خود شیطان پیرو همونا هست، اونا پیرو شیطان هستند. هر دینا رفیق هستند. اونا با یکدیگر سر کار دارند. با آدم نمازخوان و با آدم عادل، با آدم راستگو و راست قول اونا کاری ندارند. اونا زورشون هم نمیرسند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خداوند عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند، مراد و مطلوب های ما و شما را حاصل بگرداند و تمام این برادرانی که به ما سوال کردند و سبب نگاه کردن بر کتاب ها شد، خدای عمر دراز و تن صحت نصیبشان بگرداند و شما چی مراد، چی مطلوب، چی مقصودی که در دل دارین خدایا برآورده بگرداند. تا جمعه دیگر خدا شما را در حفظ امانش نگه بدارد. آمین یا رب العالمین. برادرانی که خیر احسانم کردن
و در صندوق خیریه هم که امروز بیرون مسجد است که وای هم در همین آبادانی مسجد صرف میکنیم، خدای مهربان در هر یک عددی درهمی که پرتافتن خدای عمر درازشان دهی، خدایا هر مرادی که دارن مراد مطلوبشان حاصل بگردانی و دولتشان خدایا زیاده بگردانی. آمین یا رب العالمین. و ما یک سپارش هم دادن از طرف حکومت که همه شما میدانین روز یکشنبه روز انتخابات است. انتخابات نمایندگان چی جمهوری و مجلس عالی و چی شهری و چی ولایتی و چی ناحیوی، همه اینها انتخاب می شود و این هم خیلی یک معرکه مهمی هست. اگر چی شاید بعضی شما بگین خیلی هیچی گپی ندارد، نه هیچی گپی دارد. بسیار مهم معرکه هست. مهمیش به معنای اینه که همه شما مسئول و وظیفه‌دار هستین که در انتخابات اشتراک کنید. روز 27م پرسان کنین که در کدام موضع ها شما نامنویس میشوین، زیرا این سال دعوتنامه نداره. رفته در همونجا آن شخصی که برای شما باوریناک است، ارزنده هست، انتخاب کنید. البته امروز اگرچند مسجدها از سیاست دور هستند، در مسجد باید که سیاست دولت پیش نرود و هیچ ملا هم هیچ مسجد هم حق ندارد که شما را تبلیغ کند که فلان حزب فلان آدم شما اختیار کنید. این حق ما نیست. همه شما الحمدلله امروز آدمای با عقل هستین، با فراست هستین، خودتان سیاه را از سفید جدا کرده میتونید. برای همین